خب به شدت به سمت کلیشه میرن. حالا یه وقتی هست ما مجبوریم بریم کلیشه. من برایشون میخوام بگم یه خوده، الان داشتم میبرم تو راه یه استوری هم گذاشتم. یه خانمی هست به اسم پیانژه. حالا پیانژه مثلا مستر خیلی خفنه در زمینه پیانو. یعنی مثلا یکی میرفت پیشش 2-3 ساعت میگفتن این خیلی پیانیست شده که رفته 2-3 ساعت. آسور پیاتزولا همچنین فرانسوی میاد پیشش و میگه بزن بارتوک میزنه، بله بارتوک میزنه و اینا. میگه چی داری میزنی؟ این تو کجایی؟ میگه آرژانتینی هم مثلا موسیقی تانگو کار کنه. چی گیر آورده خودت؟ این چی آورده؟ مثلا این در تو نیست که خودت باشه. که آسور پیاتزولا یه ژانر جدیدی به وجود میاره بعدها موسیقی کلاسیک تانگو رو تانگو خیلی عجیب غریبی و بعدا میگه اصلا کشف خودم رو مدیون اون شتکی هم که به قول معروف پیانو زده به من که چیکار داری میکنی؟ خودت باش دیگه. یه وقتی از تو میخوای دیگری باشی، میخوای هانس زیمر باشی، میخوای مکس ریشتر باشی، میخوای یه آدمی باشی. خب این همش داره تو رو میکشونه سمت اون چیزی که اون هست و در نتیجه هیچ وقت خودت رو پیدا نمیکنی. من اولین پیشنهادم اینه که اول بریم تمام چیزهایی که از ارزش‌هایی که از قبل بوده رو بذاریم کنار، بریزیم دور. میگم همیشه لازم نیست عین همون کار انجام بدیم. مثلا دارم میگم من دیدم تا دیگه واکمن میارن، 3 تا واکمن 4 تا واکمن میذارن کنار رو تو خونه و هر کدوم از این واکمن‌ها داره صدای چیزی پخش می‌کنه. یکی صدای مثلا یه حیوان مثلا داره میچره، یکی صدای پرنده است. واکمن داره اونجا پخش می‌کنه صدا رو، کنار رو خونه اینو میگیرن. بعد عوض می‌کنه جا، انگار که اون داره راه می‌کنه. تو گوش می‌کنی انگار حیوان واقعا داره برگه داره از جای واکمن عوض کرده. میخوام بگم این محدودیت رو بریم دنبالش ببینیم باعث میشه چی داشته باشیم. من دیروز بچه‌ها نشون دادم این یک کیبورد خیلی ابتدایی، سینتیسایزر خیلی اولیه است. شاید فکر کنید صدای از درنده. خب اینو به یه حدی زیر کنم صداش گوش بکنم. از این نمایش باید فیلم بگیریم و اون فیلم رو روز سوم قرار هر کدوممون براش موسیقی بسازیم. دوست دارید گروهی کار بکنیم یا تک تک؟ 31 یا 32 سالم نمیدونم. 31 یا 32 سالمه. بازیگری تئاتر خوندم. موسیقی هم یه چیزایی میفهمم، کلاس عرف رفتم، یه دوره فلوت زدم، ویولن زدم، سنتور زدم، ولی هیچ کدوم به جایی نمیرسید. الان قرار بازیگری بیشتر کار کنی یا کارگردانی؟ بازیگری، رشته‌ام بازیگری. آره رشته‌ام بازیگری. و خودت هم بازیگری؟ خودم هم آره بازیگری هم، استعداد کارگردانی دارم. مطمئنی؟ چرا؟ یکی از بحث‌های اصلی کارگردانی که تو بتونی 5-6 تا هنر یه تسلط آگاهی حداقل داشته باشی، نه لزوما نوازنده باشی. ولی این کاری که الان یزدان داره میکنه خیلی جالبه. یعنی قبل از اینکه شروع بکنه به تدوین یاد گرفتن، داره نگاه کنه نقش صدا تو تدوین چیه، نقش مثلا یه آپشن بی ربط به تصویر. در ظاهر اینجوری کسی ایشون نیازی نداره به اطلاعات هست. ولی واقعیت ماجرا وقتی که بخواد تدوین بکنه، موقعی که تدوین میکنه اولین مسئله اینه آیا درکی از ریتم داره تو کار. اگه نداشته باشه اصلا نمیتونه تدوین کنه. این ریتم تو کار شما هم هست، فقط مثل موسیقی دیگه بیرون نیست. خب بچه من خواهم اینو پخش کنم، صندلیاتون پوزیشن شروع به این اون بالا تو گرم و اون کار انجام میدم که این صدای واقعی ضبط بشه. فکر نمی‌کنم یک آدم به صدا عقل سالم این کار بخواد دیگری رو کنه.
که فقط بگه کار باحالی کردن تو فیلم مثلا یه دقیقه بیاد ما ببینیم. من فکر میکنم الان مثلا این مسئله اینه تو چقدر اورجینال میتونی کار رو انجام بدی، چقدر میتونی واقعی، یعنی چه تو صدا چه تو خوانندگی چه تو آهنگسازی چقدر صداقت داری در واقع. مثلا تامین پا میشه میره توی یک تونلی، مثلا برای ریورب صدای اونجا اکزیت میوزیک رو اگه گوش بکنید ریوربش متفاوته از عمد دیگه. مثلا صدا بردار درش سرویس کرده برده اونجا این ور رو بگیریم اون رو بگیریم که من ریوربم از اینجا. من فکر میکنم الان اصلا بحث اصلی همینه که کی با صداقت بیشتری کوالیتی واقعی بهت میده. بریم بقیه‌اش رو ببینیم. چیز خوبه محلول احساس واقعا اینجوریه. شما هر صحنه گرفتی با صدا میتونی کارکرد اون صحنه رو کلا عوض کنی، از این صحنه خنده‌دار تبدیلش کنی به صحنه ترسناک. اینقدر میتونه تاثیر بذاره. واقعا همینجوریه. تو همیشه این ترس داری که الان من این گذاشت جلو به من صفرم، هیچی نمیدونم چیکار، از نقطه صفر میخوای شروع کنی. حالا منم تو اگه باشی چجوری از کلبه یزدان میکشی بیرون چیکار باید کنی؟ تو که نمیتونی هرچی دلت میخواد بذاری، رضایت اونم شرط کارگردان. چجوری از کلش میکشی بیرون دیگه چی؟ تو اون جلسه اسپاتینگتون چیکار باید کنی؟ به این باید فکر کنید. بیشتر شما موزیسین ها باید به این فکر کنید. یزدان باید به این فکر کنید که چجوری انتقال بده. مثلا یکی از کار خوب میتونی بکنی رفرنس ارائه دادن. نگی بیای بگی مثلا نه بگی روز بخوام موزیکی شبیه این باشه، نه. ببینید برخورد موسیقی رو نگاه کن اینجا. اصلا کار هارمونی و فرم و ایناش نداره. برخورد موسیقی با این صحنه رو نگاه کن. من از این برخورد خوشم. ولی شما چجوری از کله کارگردان می‌کشید؟ کار می‌کنید. من نشستم جوری کارگردان می‌بینم کارگردان ایده خاصی نداره. یه سری رفرنس دارم میگه از اینا خوشم میاد. مثلا تو هم شبیه. خب اینجا من چیکار کنم؟ تعبیر متن باید بکنم. من برای اینکه اینو در بیارم پادکست رو گوش دادم، کتابش رو دو تا مدلش رو خوندم، سعی کردم یه دو تا انیمیشنش رو ببینم که بفهمم هر کسی برخوردش با پیرمرد و دریا چی بود. بعد تازه تونستم بفهمم که حالا من چی میخوام، حالا اکسان چی میخواد کارگردانه. یا مثلا وقتی داشتیم با نیما آدم رو کار می‌کردیم نمی‌دونمش کنیم تو دیدن فرق دیگه ما واقعا اینجوری بود که گیر کرده بودم، چون ما یک موزیک راک می‌خواستیم ولی هندی و اصلا هر کاری می‌کردیم در نمیاد، اینجوری در نمیاد. من دقیقاً یادم صبح خونی خواب پا شدم، یه رادیو داشتم اسم فکر فرانسوی بود و یه موزیکی شنیدم که تبلا و الکتریک بود. مثلا تو خواب اینجوری با نیشخند بلند شدم و گوش دادم، اسم زنه رو پیدا کردم، ساشا رامان بود، تا شنیده می‌کنم. بعد باهاش گوش دادم و قشنگ در باز کرده بود. یهو دیدم اوکی این یه روشیه که من میتونم این راک هندی داشته باشم واقعا. و خیلی بود. من خیلی میخوام بگم که یعنی تو واقعا یه وقتی استرس دیگه، یعنی من این فرق من 10 روزی داشتم مثلا نیما اینا رو نمی‌کردم، داشتم سر کلمه می‌زدم چیکار باید بکنم. میدونستم که در میاد طرف، ولی دیگه داشتیم به اجرای اصلی نزدیک می‌شدیم. نمی‌تونستم مدام دیمو بدم. میخوام بگم این همه جا نشانه است، فقط باید یه خورده حواسمون رو از خودمون بیاریم بیرون، یه خورده گوش. فکر می‌کنم خیلی